خب منم باید بیام، معلوم نیست عددش. از تارگت 0 هست، باید 270 سانت باشه تا اینجا 150 سانته. خب دستم اینجا، بیا 100. حالا از اینجا تا پایین باید 120 باشه. برو پایین، دست بردار. بیشترم هست. خب بیار توپتو، بیره بکش کنار. حالا توپ 4 کیلوگرم، این 4 کیلوگرم این توپمونه. صفحه هم 15 کیلوگرم هالتره، صفحه ها 10 کیلوگرمه. 15 کیلوگرم هالتر، صفحه ها 10 کیلوگرم، مجموع 35 کیلوگرم. آماده مریم؟ این نباید از صفحه خارج بشه. خب اوکی، 3 2 1 بزنم. وایسا 10 ثانیه دیگه. شروع. کامل بشین. 2 3 4 5 6 7 8 بیشتر 9 10 11 12 بیشتر 13 14 آفرین 15 16 17 18 19 بشین. یکم عقب‌تر، خیلی جلویی. 20 21 22 23 آرنج حواست باشه. 23 بشین. 24 25 نفس بگیر. آرنجت نمیخوره به بدنت ولی بالاتر بگیر. 26 27 28 29 30 بیشتر 31 بیشتر بشین 32 آفرین 33 34 آرنج بالا 35 36 37 بیشتر بشین. چی بود؟ بشین آرنج بالا. 38 39 آرنج بالا. 40 آرنج میخوره اینجا داور خطا داره. بادا چرا از فیلم خارج میشی؟ آبت بس کنارت. بادا ماشالله خطای دید داره. آرنجتو بگیر بالا. این 1000 بار. بادا تایمت گذشت. 40 آفرین. آها 41 همین. 42 41 42 43 44 45 آرنج بالا بیشتر بشین. 46 آفرین. 47 عالی. 48 عالی. 49 50 خیلی خوب. نفس بگیر. یه قلوب بخور. بودا ماشاءالله. مریم سرشو نبند، بذارش همونجا. نیم ساعت نباید گیر سرباز کردن و بستن باشی ها. بودا 10 تا دیگه بزن یه نفس بگیر. بودا 51 52 همینطوری. 53 54 55 56 57 نزدیک تارگت. 58 آرنج. 59 60 نفس بگیر. خیلی استراحت نکن. 3 دقیقه رفته. بودو ماشاءالله دختر عالی هستی. برو بشین کامل. آرنج بالا. 61 62 خیلی خوب. 63 64 63 63
64 65 66 67 68 69 70. بزن دیگه نفس داری. نفس بگیر. ارتفاعش براش چیزی نیست، فقط خوش تکنیک بزن. وزنی هم خود نداره، نیاز نیست اینقدر آب بخوری. برو فقط آرنجتو دقت کن و لگنت بیاد پایین. خوب بود لگنتی سری. برو 30 تای دیگه. 4 دقیقه گذشته. 71 72 73 74 75 76 77 بیشتر 78 79 80. بزن میتونی، نفس داری، وزنی نیست. 20 تای دیگه. 4 دقیقه رفته. عالیه تایمت. برو ماشاءالله. آفرین. 81 82 تایم عالی. 83 84 85 86 87. آرنج بالاتر. آرنج بالاتر. 88 89. آرنج بالاتر. نه 89. یکی دیگه نخورد. آرنج بالا بگی خطای دید نداشته باشه. آها 90. بدو 10 تای دیگه. 4 و 40. عالیه. یه قلوبا بخور برو تمومش کن. مریم سری باش لطفاً. باد آخرته. نود و یک 92. آرنج بالا. 93. آرنج بالا. 94 95 96 97 98 99. یکی دیگه. نه آرنج بالا پایین بود. بودو یکی دیگه بذار آرنج بالا. بودو مریم خوب زدی، خرابش نکن. 100. بیا اینجا. 2 تا هنگ کلین تا صافم نشدی نمیری کلین یا جرک بعدی. بودو 100 تا والوال 4 کیلو زده. بیا ماشاءالله. بیا تایمی نداری. 5 دقیقه و 40 ثانیه شده. نه نیم رخ باش. تمام رخ نه. نیم رخ. آها برو. صاف شو. آها یکی دیگه. صاف شو. حالا جرک خوشگل. صاف. برو جرک بعدی. صاف. پا کنار پا. حالا بنداز. عالی. 6 دقیقه. 2 دقیقه دیگه داری مریم. لطفا 2 دقیقه 100 خودتو بذار. برو. صاف. بودو دیگه برای 35 کیلو. صاف. آها یه جرک دیگه. بنداز. نفس بگیر. 6 دقیقه و 30 ثانیه. نیم رخ. خب همیه دیگه. نکتهش همیه. نیم رخ شو بزن ماشاءالله. مسابقه است، تمرین روزانه که نیست. برو. صاف. حالا یه جرک. خب یه جرک دیگه. صاف. نه این نورب شد. بدو مریم. بدو ببینم. 50 ثانیه. مریم برو چند تا ثبت کن. بکش. صاف شو. برو بعدی بکش. صاف شو. جرک. صاف شو. یه جرک دیگه. پاتو فیکس کن بعد بنداز. برو. صاف شو. بنداز. بودو ببینم. بودو 30 ثانیه. مریم برو 30 ثانیه دیگه. 3 تای دیگه میخوام. یک کلین دیگه. صاف. یه جرک بعدی. پاشنه فشار. آرنج قفل. آرنج پاشنه. آها بنداز. بودو 15 ثانیه. بردار. صاف. خب یه کلین دیگه آخریشه ها. صاف. عجله نکن. خب یک جرک دیگه. دست پشت سر. صاف. بنداز. از تصویر خارج نشو. خب حالا برای ددلیفتش چند کیلوه مریم؟
80 کیلو. پا میشی بی اینجا لطفاً. بدو بی اینجا نمیخوام تصویر خارج بشی. بدو 30 ثانیه دیگه بیشتر وقت نیست. نفس فقط بگیر. چرا 3 دقیقه وقت داری. چرا فقط میخوام تصویر خارج نشی. 20 کیلوگرم هالتر صفحه 10 صفحه 20 اینجام صفحه 20 صفحه 10 هالترم 20 کیلوگرم دوباره 20 کیلوگرم مجموع 80 کیلوگرم. گچ بزن. خوش. اونا گچت اونجاست. خب 3 دقیقه شروع شد. فقط همین رو میخوام ثبت کنی. خوشگل. خب 3 دقیقه آخره ها. میتونی استراحت کنی ها. استراحت کن. 1 دقیقه دیگه استراحت کن. نفس بگیر. بشین. ماشاءالله دختر. قبلی عالی بوده. چی؟ دیگه 2 دقیقه و 30 وقت داری. نفس بگیر. 1 دقیقه آخرم شروع کنی کافیه. گشت بزن بودو. بیا صف کن. 10 تا خوشگل ها. سبک بکش. ماشاءالله دختر. خوب صاف شیا. 1 آفرین. 2 ماشاءالله. 3 عالی. برو 4 تمام. آفرین. برو 5 آفرین. برو 6 عالی. برو 7 خیلی خوبه. بکش. برو 8 2 تای دیگه مریم. 2 تا قوی بکش. برو بجنگ برای عدد. بکش 9 یکی دیگه. عالی دختر. یکی دیگه. بکش صاف. بنداز. آفرین. عالی. تمام شد. اگه چند روز دیگه وقت داشتی یه بار دیگه میخواستمش ولی خوب بود. استوبش کردم. امید بر خدا.